ولایت بامیان قلب تاریخ و طبیعت افغانستان. آیا می‌دانستید یکی از زیباترین ولایت‌های افغانستان جایی است که تاریخ، طبیعت و آرامش در کنار هم زندگی می‌کنند؟ امروز شما را می‌بریم به ولایت بامیان، سرزمینی که قرن‌ها تمدن، فرهنگ و زیبایی را در دل خود حفظ کرده است. بامیان در قلب افغانستان موقعیت دارد و با ولایت‌های دایکندی، غور، سمنگان و پروان هم‌مرز است. این ولایت در ارتفاعات هندوکش قرار دارد و به خاطر هوای سرد و کوهستانی‌اش خیلی معروف است. زمستان‌های سرد و تابستان‌های معتدل بامیان را به یکی از متفاوت‌ترین ولایت‌های افغانستان تبدیل کرده است. بامیان یکی از کهن‌ترین مراکز تمدن در افغانستان است. در گذشته این ولایت بخشی از مسیر تاریخی جاده ابریشم بوده و تاجران از سراسر جهان از این منطقه عبور می‌کردند. مجسمه‌های بزرگ بودا که قرن‌ها در دل کوه‌ها ایستاده بودند، نشان دهنده اهمیت تاریخی بامیان در دوران باستان است. بند امیر مشهورترین جاذبه طبیعی بامیان است. این مجموعه شامل چندین دریاچه با آبهای آبی و لاجوردی است که در میان کوهها قرار دارند. بند امیر اولین پارک ملی افغانستان است و هر سال هزاران بازدید کننده را مجذوب خود می‌کند. آب زلال، سکوت، طبیعت و مناظر شگفت‌انگیز بند امیر به یکی از زیباترین مکان‌های افغانستان تبدیل شده است. مردم بامیان به مهمان نوازی، صداقت و فرهنگ غنی مشهور هستند. لباسهای محلی و زندگی ساده اما پرمعنا بخشی از هویت این ولایت است. کشاورزی، دامداری و صنایع دستی از منابع اصلی زندگی مردم بامیان می باشد.
امروز بامیان نماد صلح، فرهنگ و طبیعت در افغانستان است. با وجود چالش‌ها، این ولایت همچنان یکی از امن‌ترین و آرام‌ترین مناطق کشور به شمار می‌رود. بامیان ظرفیت بزرگ برای گردشگری و معرفی چهره واقعی افغانستان به جهان دارد. بامیان تنها یک ولایت نیست. بامیان داستان زنده، تاریخ، طبیعت و مردم افغانستان است. اگر از این ویدیو خوشتان آمد، حتما کانال را سابسکرایب کنید و نظر خود را بنویسید و این ویدیو را با دوستانتان شریک سازید.